الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران خیلی عزیز و گرامی، مادران و خواهران عزیز، از الله بسیار بسیار مهربان دعاگو هستم که خداوند باز هم میل و خواهشا و محبتهای ما را به سوی دینش زیاد بگرداند و هر مشکلاتی که داریم الله مهربان با فضل کرمش دور گردانه و از الله مهربان دعاگو هستیم که باز هم اخلاص هامون به دینش زیاد بگردانه. دعاگو هستیم که بیماری هامون الله مهربان شفای کامل و مسافر هامون الله مهربان در حفظ و امانش نگه دارد. از الله مهربان دعاگو هستیم که در این دیار ما و شما، در این ملک ما و شما همیشه امن و آرامی و ارزانی و آبادی و خوبی ها را الله مهربان به همیشگی نگه بداره. الله را دعا میکنیم که خداوند گذشتگان همه ما و شما را رحمت و مغفرت کند، بیماری هامون شفای کامل نصیب گرداند. از الله مهربان دعاگو هستیم که این حیاتی را که برای ما مقدر کرده است یک حیاتی با سعادت، یک حیاتی پر از رازگی خودش باشد و زمانی که دنیا را پدرود میگیم الله را دعا کنیم که خداوند با همون بالاترین و با ارزشترین نعمتی که نام او ایمان هست، نام او اسلام هست، نام او هدایت هست، الله مهربان این دنیا را پدرود گفتنه با این نعمتی با ارزشش برای یکایک ما و شما نصیب بگرداند. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین. برادران و خواهران خیلی گرامی، الحال میخواستم در اطراف یک چند معجزه هایی که پیامبرمان صلی الله علیه و سلم انجام داده‌اند و مردم چه مسلمان و چه غیر مسلمان با چشم سر دیده‌اند، من برای شما از این معجزه ها که انشاءالله همش با سندها و با دلیل هایی که در کتاب آورده شده است انشاءالله به سمع شما میرسانم و از خدای مهربان دعاگو هستم که نفرهایی که در حال حیات معجزه های پیامبر دیدن و لیکن ایمان نه آوردن، لیکن تسلیم با امر الله نشدن، خدای مهربان دعا میکنیم که ماها از زمره اونها نباشیم
بعد شنیدن این معجزه ها اگر به شرطی که از این نعمت امتی، از این نعمت بندگی اگر دور باشیم یا اگر در غفلت باشیم، خدای مهربان به طفیل این معجزه هاش ما و شما را نزدیک گردانه و الله مهربان بازم اخلاص و محبت همونه بر این پیامبر نازنین بیشتر گردانه. مصطفی را 1000 معجزه بود که به مردم همه نمود مدام. بهترین 1000 معجزه اش ادب نیک بود و خلق عظیم. برادران عزیز و گرامی، بله عزیزان خدا میگویند در این 23 سالی که پیامبرمان عرضی وجود داشتند، عنوان پیامبری داشتند، خیلی معجزه های زیادی را انجام دادند. یکی از معجزه هایی که من در ابتدا می خواهم برادران خواهران عزیز برای شما قصه کنم، این با روایت عبدالله ابن عباس که جناب امام ترمیزی و جناب امام احمد در کتابهاشون آوردن، حکایه میکند که بار نفر یک اعرابی جاء اعرابی الی نبی صلی الله علیه و سلم، یعنی آغاز حدیث از همین شروع می شود که یک اعرابی، یک بادیه نشین، یک نفری که مقصد در شهر زندگی نمی کرد پیش پیامبر گرامی آمدن و از پیامبر سوال کردند من چگونه دانم که تو پیامبری؟ مقصد برای من یک حجت ای، برای من یک دلیل ای، برای من یک چیزی را بیار که تا من تصدیق کنم که تو پیامبر هستی. برادران عزیز و گرامی، پیامبرمان در حال با طرف این اعرابی نگاه کردند، گفتند اگر خواهی همین درختی که نزدت هست، مقصد حتی میوه هاش هم با همراهش هست، اگر خواهی همراه فیراد میکنیم میآید و شاهدی میدهد که من پیامبر هستم. برای اعرابی برادران خواهران عزیز این بسیار یک تعجب بود که یک درخت از جای خود مقصد کنده شود و بیاید شاهدی دهد که این محمد صلی الله علیه و سلم پیامبری الله است، رسول الله است، پیامبری برحق است. اعرابی گفتند بسیار برای ایمان آوردن من این کار تو کمک میکند، یاردم میکند. وقتی پیامبر میگه به سوی این درخت صدا زد و او از جای خود جدا شد و پیش حضرت آمد و شاهدی داد که من گواهی میدهم این که تو پیغمبری برحق هستی. بعد آنی که میگه
این درخت شاهدی داد و رفته در جای خود باز داخل شد. اعرابی این حالت دید، میگه در حال کلمه را عرضه کرد لا اله الا الله محمد رسول الله. جناب امام دارمی این محدث هم این حالت فقط باز با شکل دیگر هم آورده است که یک نفری را پیامبر گرامی دید و پرسید کجا میرای؟ گفت به طرف خانوادم میرم. گفت آیا به یک کاری نیک ترا دلالت نکنم؟ گفت تو کاری نیک چی کار است؟ گفت کاری نیک این است که تو گواهی دهی که الله یک و یگانه است. این بت‌هایی که شما پرستش میکنین اینها معبود نیستند، اینها لایق پرستش ندارند و محمد که من هستم پیامبر خدا هستم. آیا با این کار خیر چنگ نمیزنی؟ آیا شاهدی و گواهی نمیدهی؟ میگه ای اعرابی و این نفری که به طرف اهلش میرفت گفت من از کجا دانم که آن چیزی که تو میگویی حقیقت داشته باشد؟ پیامبر میگه این زمان با درخت امر کرد، از جای خود جدا شد، آمد نزد پیامبر شهادت داد به یکتاگی پروردگار و با حقیقتی پیامبر بودن محمد صلی الله علیه وسلم. این شخص وقتی میگه ای را دید ایمان آورد و رفت این حادثه را نزد قومش حکایه کرد. برادران و خواهران عزیز، این از یکی از معجزه هایی که پیامبر گرامی داشتن در کتاب هایی که من برای شما نام گرفتم البته همین است. شما باید دانید که معجزه این خاصه پیامبر هاست، یعنی معجزه را بغیر پیامبرها کسی دیگر انجام داده نمیتونه. اگر گپ در سر ولی ها و گپ در سر اولیاء الله ها و دوستای خدا رود، اونها آن چیزی را که از اونها ما وقتی که میبینیم او را کرامات میگن. چگونه ای که ابوبکر صدیق، چگونه ای که عمر فاروق، چگونه ای عثمان، چگونه ای که علی رضی الله عنهم که اونها هم کرامات داشتن، که کرامات هم برادرای عزیز این در عقیده ما و شما هم هست. این برای همان نفرهایی که البته اولیاء اللهی و اولیاگی و مقصد ولیگی دارن، ولی پیامبرها مقصد معجزه میکنن. معجزش به معنایی که آن چیزی که دیگرها از کردنش عاجز میآیند، یعنی غیر پیامبرها کسی این کارها را دیگر کردن نمیتونند. مثل که حضرت موسی علیه السلام وقتی عصاش که در زمین میپرتافت مقصد به یک مار کلان مبدل میشید، هرچی که میآمد مقصد تناولش میکرد. یا مثل که حضرت صالح پیامبر از داخل یک سنگ کلان، بگیم کوه سنگی، شتری را بیرون کرد که برای مردم شیر میداد. یا مثل که حضرت عیسی علیه السلام مرده ها را زنده میکرد. هر پیامبر در زمان خودش صاحب معجزه بودند. اینها را خداوند برای آن این معجزه ها را میداد و مقصد با امر الهی اینها انجام یافت که تا مردم با آن چیزی که مقصد غیر الله بود ایمان آورده بودند از این دست کشند و اونها مقصد آگاهی پیدا کردند که به غیر الله دیگر هیچ کس صاحب قدرت نیست. دیگر قصه ای که
از معراج پیامبر هست. وقتی که پیامبرمون از غزوه خیبر برگشتن، زن به نام زینب دختر حارث که ایرا زن سلام ابن مشکم میگن که یهودی بود، بسیار میگن حرکت و خواهشش همین بود که پیامبر را زهرآلود کند و میگد گوسفندی را میگد ذبح کرد همین زینب دختر حارث و او را زهرآلود کرد و پرسید که همین پیامبر ما کدام قسمی همین مقصد گوشت پیامبر گوشت همین گوسفند دوست می‌داره؟ گفتن قسمی دستی گوسفند، یعنی پیامبر ما قسمی دست دوست می‌داشت. میگه زینب همون قسمی دست با زهرش زیادتر کرد. وقتی که پیامبرمون از غزوه برگشتن، همراه اصحابش میگن گوسفند زینب آورد در بین گذاشت، گوسفند پاره کردند و در پهلوی پیامبرمون حضرت بیشر ابن برا نشسته بود. وقتی میگه پیامبرمون یک تیکه گوشت گرفت و در دهانش گذاشت، یک کمی خواید و تا خایدن پیامبر علاکه بیشر یک چند لقمه را از این گوسفند میگه تناول کرد. بعدا حضرت دهانش برآوردن، این معجزه است. گوشت برآوردن و گفت هذا العظم لا یخبرونی انه مسموم. این گوشت مرا گفته است که مرا تناول نکو ای پیامبر که من زهرآلود هستم. زمان ایرا گفت قسمتی که آل مقصد نخورده بودن دیگه دست درازی نکردن، لیکن بیشتر مادامی که تناول کرده بود این به هلاکت رسید. وقتی زینب فریاد کردن گفتن این کاری تو است؟ گفت بله کاری من است. پیامبر پرسید برای چی این کار کردی؟ گفت به خاطر آنکه دانم که تو پادشاه یا پیامبر. یعنی در اینجا مقصد من خواستم فهمم که تو از کدام اینها هستی. علاکه دانستم که یعنی تو پیامبر بوده که مقصد این گوشت برای تو خبر داد که این زهرآلود هست. پیامبر ما گفتن اگر به شرطی که همین بیشر ابن برا از دنیا نمیگذشت، مقصد تو صحت و سلامت میماندی برای این سنجش کردگی، لیکن مادامی که یک نفری را ای دستی تو کشته شد، تو باید در عوض این کشته شوی. این هم برادران و خواهران عزیز یکی از معجزه های پیامبرمون بودن. این چونین معجزه دیگری که از پیامبرمون هست، جلال الدین رومی در کتاب مثنویش میارد، میگه سنگها اندر کف بوجهل بود. گفت ای احمد بگو این چیست زود؟ گر رسول چیست در دستم نهان، گر خبرداری ز راز آسمان؟ گفت چون خواهی بگویم کان چی هاست، یا بگوید آن که ما حق وراست. میگه ابو جهل این دشمن الله و رسول در دستش میگه یک چند دانه سنگها را پنهان کرد و نزد پیامبر آمد و گفت اگر تو رسول باشی، اگر برای تو خبر از آسمان می آمدگی باشد، کو بگو که در درون همین دستی من، در همین مشتی من چی است؟ پیامبر من گفت که من بگویم که در کف دست چی است، یا که آنچه در کف دستت هست اونها گوید که من کیم. وقتی برادرای عزیز ابو جهل این سخن شنید، گفت بوجهل این دوم نادرتر است. گفت آره حق از او قادرتر است. ابو جهل میگه در حال گفت که همین دویم سخنت بسیار
عجیبه. مقصد چیزی که در دست من ای همین ها گویم که تو کی.